این ویدیو قراره 3 روز بجز آب هیچی نخورم. حالا داستان چیه؟ این منم با وزن 95 و نیم که قراره تو کمتر از 3 روز خیلی خیلی کمش کنم. بریم سراغ قدم اول. اول چیه؟ خرید گوشت. چه گوشتی بهتر از گوشت مرغ؟ خب بدبخت بی پول، بیا بگو یوتیوب هنوز پولمو نداده برم گوشت قرمز بخرم بخورم. اینم طرز تفکر جالبیه. وایسا ببینم تو من چیکار می‌کنی؟ یه مرغ متوسط تشکیل می‌کنیم. 225750 267762 تومن. تنها چیزی که من از درست کردن مرغ بلدم اینه که یه ظرف قابلمه آب بردارم، توش آب بریزم تا یه مقداری، 2 تا پیاز خورد کنم و بریم درست کنیم. خب میدونی من به خاطر اونه که مشکی پوشیدم الان و واقعا نمیدونم چی بگم. خیلی ناراحتم واسش، چون که اون از من خواست. من واقعا نمیخواستم، داشت درد میکشید. من نمیتونستم که جواب نه بهش بگم و خیلی جدی نگیریم دارم اونجا پیاز صحبت میکنم. خب آقا مرغ ما آماده شد و در حین خوردن ما میخوام یه سری نکاتی راجع به رژیم صحبت بهتون توضیح بدم. اینکه این رژیمو تا اونجایی که من خوندم یه مقدار خیلی کوتاهی راجبش تحقیق کردم. شما 2 روزو فقط 1 وعده گوشت میخورین، بعدش 3 روز رو هیچی نمیخورین غیر از آب. و اینکه توضیح خاص توضیحات تموم شد، بریم بخوریم غذا رو. فقط یه بحثی که ما راجع به رژیم داریم اینه که 3 روز قراره غذا نخورم و باید یه جوری حواس خودمو پرت کنم. بریم ببینیم چه جوری حواس خودمون رو باید پرت کنیم. شاید فکر کنین اولین قدم برای حواس پرت کردن خودمون تو خونه این باشه که روی مبل بشینیم و تلویزیون نگاه کنیم یا توی گوشی بچرخیم یا هی توی یخچال نگاه کنیم و دنبال چیز جدید بگردیم. ولی نه، اولین قدم پوشیدن یه شلوار خیلی راحته. مثل چی؟ این شلوار کردی خیلی راحته. خب باید بریم سراغ خودخرکنی یا خود حواس پرتی یا حواس پرت کردن خود، که نمیدونم واقعا قراره چیکار کنم واسه اینکه یه روزمو بتونم بگذرونم و فکر کنم بهترین راهش خواب باشه. نه الان خدا وکیلی منتظری چی ببینی؟ ها؟ برای روز سوم گفتم بذار برم محل کارمو بهتون نشون بدم، چون هم خودم هیچ جوری بیشتر از کار نمیتونه حواسمو پرت کنه، هم بالاخره چون قبلا شورت ویدیو شده در رفتم گفتم بذار نمیدارم بهتون نشون بدم. پس رفتیم و از کوچه های من تا دم در محل کارمو بهتون نشون دادم، اما خود محل کار رو نشونتون ندادم. پس بریم ببینیم که خدا چی میخواد. سبحان الله. همه تو کامنت های صلوات بفرستین. متشکرم. برقا اومد. خب اینجا محل کار منه و کار ما با CNC. در واقع اینجا یه قالب سازیه که من تو قسمت CNC و برنامه نویسی CNC کار میکنم. شیش رو استارت میکنیم. اون وقت نرالله. خب الان هم میریم واسه استارت برنامه. یه سری فکت میخواستم بهتون بگم که ممکنه به کارتون بیاد. این که وقتی داد میزنین این ممکنه خیلی صداتون رسا نباشه، مخصوصا توی محیط شلوغی مثل اینجا. من کشف کردم که اگر
دستتون رو به این حالت و اون یکی دستتون هم به این حالت، چون من میکروفون دستمه نمیتونم الان دستمو نشون بدم. هیچی از من نمیدونه. میتونین با اون حالت داد بزنیم و صدای رساتری از خودتون داشت. و اینکه فکت دیگه ندارم. خداحافظ. خب این یه چیزی که راجع به این رژیم خیلی مهمه و جالبه اینه که شما روز اول اینطوری که مادر بگریه دیگه من نمیتونم، من دیگه تمومم و خداحافظ و اینا، خیلی خسته میشی. ولی وقتی روز اول رو با تمام قوا پشت سر میذاری، روز دوم اینطوریه که حالا نخوردم من چیزی نشده، خیلی زمین به آسمون نرسیم. تو روز سوم اینطوری که مقصد آخرش 5-6 ساعت آخر اینطوری که خب دیگه بسه دیگه، لاغر شدم برم چی بخورم. میخوام تجربیاتمو راجع به این 3 روز بگم. جالب بود واقعا. اولا بزنم ببینیم چقدر وزنم چقدر شد، برم ببینم رو ترازو ببینم. خب واه پشمام، الان 71 چه 91 هم و قبلا 95 بودم فکر کنم و 4 کیلو واقعا البته قویه تو 3 روز کم کردم. ولی حالا میخوام تجربیاتمو بگم که این 3 روز واقعا سخت نبود. روز اول یکم بهم چرا سرگیجه میگرفتم، مثلا خیلی درست مغزم کار نمیکرد و اینا، ولی روز دوم و سوم خیلی سخت بهم نگذشت، چون آب میخوری وسطش خیلی دمارتو در نمیاره، خیلی کم نمیاری، میتونی تا یه جاهای ادامه بدی. ولی الانم که الانه خیلی گرسنم نیستش ولع داشته باشم. خیلی جالب بود که این اتفاق افتاد و من یه سری خوراکی دیدم توی این چند روزی که از چیز گذشت که نتونستم بخورم و الان خریدم با هم بخوریم. اولین چیزی که من خیلی دوست داشتم کلوچه بود، دومیش چیپس بود و سومیش هم پتیبور بود. تا چون پتیبور معمولی پیدا نکردم کاکائوش. و این پایان چالش 3 روز ما. اسم من پیروز و تا ویدیو بعد میبینمتون. خیلی بین پرانتز و چیز بگم، من پیروز بعد از ادیت ویدیو هم اومدم یه سری نکات بگم که یادم رفت بهتون بگم. یکی این که من این بهترین کانال و ویدیویی که تونستم پیدا کنم که راجع به این موضوع صحبت کرده باشه به زبان فارسی کانال وفاه، یعنی کانالش که راجع به یه بحث جداییه، ولی بهترین ویدیویی که تونستم پیدا کنم که راجع بهش توضیح میده همین ویدیو وفاه. عشق میذارمش توی کپشن همین ویدیو. و این که پیشنهاد نمیکنم بهتون نخورین بعدم بیافتین بمیرین. راستی بیبی شارک، مرگ بر بیبی شارک توی کامنت ها یادتون نره.